سلام و روز بخیر بیننده عزیزی آزادی. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. امروز 1 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: در گذشته حداقل 10 نفر با نشانه‌های سرایت به کرونا ویروس، اما وزارت فوت از کووید 19 را رد می کند. میلیون‌های شبهناک یا فشار بانک ملی که تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال را از دست صاحبانش کشیده گرفت و حاصل کمی زردآلو دهقانان را نگران کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان خبرها درباره فوت از کرونا ویروس را در کشور همان رد می کند. این در حالی است که نام حداقل 10 نفر به رسانه‌ها راه یافت که گفته می شود از کووید 19 فوتیدند، از جمله جمشید جهانگیرزاده، یک کارمند 39 ساله فرودگاه دوشنبه با نشانه احتمالی بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه درگذشته است. او را 5 روز پیش با تب بلند به بیمارخانه بیماری‌های سرایتی دوشنبه واقع در محله زرافشانی دوشنبه بستری کرده بودند. یک تن از همکارانش در صحبت با رادیوی آزادی گفت تشخیص‌ها در بدن او بیماری کووید 19 را آشکار کرده بود، ولی سبب اصلی مرگش را هنوز نمی‌دانند. نزدیکانش و پزشکان هنوز سبب مرگ او را شرح ندادند. بجز از جمشید جهانگیرزاده، در شبکه‌های اجتماعی کاربران از مرگ چند نفر دیگر در پی گرفتاری به کرونا ویروس در یک هفته اخیر خبر دادند که در میانشان چهره‌های شناخته نیز هستند. از جمله به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی نگینه شراپو و سابق معاون سروزیر سید ولی زاده رجب علی خوشبخت، رهبر دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت، لیلی مقصود و 35 سال از سردار شعبه روابط بین المللی تاجیکستان در، قربان علی عبدالرحیم زاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، قابل خواجه قابلوف رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلق دموکراتی در ناحیه مسجد پس از گرفتاری به کرونا ویروس درگذشتند، ولی مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان از فوت ساکنان از کووید 19 را رد می‌کنند. طبق اطلاع وزارت تندرستی، فوت از کرونا ویروس 90 نفر است که آن هم در سال گذشته فوتیدند. بسیاری ها با آمار رسمی درباره گرفتاری و فوت از کرونا ویروس در تاجیکستان با شبهه می‌نگرند و میگویند رقم‌های پخش کرده وزارت تندرستی بیانگر واقعیت نیست. OCCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در یک تحقیقات خویش آشکار نموده است که بانک ملی تاجیکستان ضمن یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات خرد قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که با نرخ ارزان سهم‌های خود را فروشند و رهبران این تشکیلات برکنار شوند. محققان OCCRP میگویند این عملیات زیر نظر جمال الدین نورعلیف، معاون رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت، در همدستی با بانک اروپایی تجدید و رشد و صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی صورت گرفته است. رادیوی آزادی با رضایت OCCRP شکل کامل این مصاحبه را نشر کرده است. ایمان اینترنشنال مشهورترین تشکیلات خرد قرضه‌ای در تاجیکستان طی 2 دهه برای کمک به زنان صاحبکار ساخته شد. با مؤسسان محلی آن از طرف بانک ملی فشار آورده شده است که تا این نهاد را برخلاف اراده خویش به یک سرمایه‌گذاری خارجی فروشند. مؤلفان تحقیقات OCCRP نوشتند تصرف ایمان اینترنشنال و زیر رهبری وینچنزو ترانی گذشتنی تشکیلات را آشکار کردند. این صاحبکار ایتالیایی صاحب چند فاند سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ است و رابطه‌های قوی دارد. به نوشته مؤلفان تحقیقات، از خود کردن تشکیلات قرضی از سوی دیگر سهامداران خارجی ایمان اینترنشنال حمایت شد، از جمله بانک اروپایی تجدید و رشد. بانک با نفوذ رشد حتی سهم بیشتر ایمان اینترنشنال را به دست آورد. کشاورزان تاجیک امسال از حاصل کمی زردآلو در کشور شکایت دارند. به گفته کشاورزان، در پی یکباره خنک شدن هوا در فصل بهار، آنها حاصل اساسی را از دست دادند. تابستان امسال در بازارهای میوه فروشی مرکزی ولایت سوخت در بین میوه‌های موسمی زردآلو خیلی کم به نظر می‌رسد. تاجران و فروشندگان میگویند نرخ زردآلو در مقایسه با سالهای قبلی از 2 تا 3 برابر گران شده است و صفت خوب هم برای نگهداری خشک‌کنی ندارد. زردآلو یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است و زندگی صدها عائله در شمال کشور از این حساب می‌گذرد. همکارم فرزان محمدی این موضوع را تحقیق کرده است و گزارش او را همراه می‌بینیم. عبدالله قادرов همراه همسرش که به تجارت مشغولند از ناحیه دیوشتیج برای خرید زردآلو به خوجند آمدند. به قول آنها در این ناحیه کشاورزی نیز امسال حاصل خوب نگرفتند. سال گذشته که 1 سوم 70 یا قیمتش که 2 سوم بود، امسال هستش 5 سوم 6 سوم دیگه قانون درستیان تا 15 سوم های
قیمت امسال عصبی هوای خنک زدگیش عصبی حاصل نبوده همین چیزا قیمت سال گذشته مثال 100 کیل برده فروشم امسال به 20 کیل و 30 کیل برده فروختم خریدارا کم میشه عصبی نرخ بلندش ای 13 سال مصطفی در شهر ایستراوشن دهقانی میکند و هر روز حاصل باغش را به بازار پنجشنبه میآورد و میگوید امسال تنها از حساب کمآمدی حاصل زردآلو بیش از 100,000 سومانی ضرر دید. 90% حاصلتان نیست نه؟ بعدی گل خود دوباره گل کردی گیری هاش میخونم میبیارن سال شکایت دارن که مثال زلدارو سال کمتر شده است برای این نقش بالا رفته است زلدارو کمتر رو نک شفتالو آلو بالو سیب اینا سال زیاد هستند سببش هم که سال زلدارو به وقت گل میکنه سردی هوا خنک اومد تمام ضرر امسال به گفته دهقانان و کشاورزان 80% حاصل باغات زردآلوی سوخت را خنک زد و به این بخش سردرآمد صادراتی کشاورزی میلیون ها سومانی زیان رساند. مقامات میگوید چاره رویپوش کردن زیان را به باغداران فهمانیدند و بیش از 30,000 گکتار زردآلوزار را برای صنعی گرم کردند ولی ثمره نظررس نآورد. معلومات عمومی به حالت 1 ایون سال 2021 در خودروی کشاورزی و دهقانی 5561 تن زردآلو استحصال کرده شد که این نشان داد سال گذشته 26842 عدد 4 تن بود و نسبت سال گذشته 21% را تشکیل می‌دهد و نزدیک نسبت سال گذشته 21300 تن کم می‌باشد. امسال تاجران و دهقانان از اشت، اسفرک، کنیبادان و بابوجان غفورов نیز نتوانستند به روسیه و چین و قزاقستان زردآلو صادر کنند و میگویند بازارشان کساد شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت که واکسن استحصال روسی ضد کرونا ویروس سپوتنیک وی گرفته است. به گفته وی بعد واکسن زنی حرارت بدنش بالا رفته اما بعد چند به اعتدال رسیده است. در این باره پوتین در گفتگوی مستقیم خبر داد. پرزیدنت روسیه افزود به خاطر آن سپوتنیک وی را انتخاب کرده است که تاثیر آن بیشتر است و نیروهای مسلح روسیه هم آن را گرفتند. از آنجا که پوتین سرفرمانده نیروها است به این دلیل واکسن سپوتنیک وی را انتخاب کرده است. رسانه‌های روسیه 23 مارس سال جاری خبر دادند که پوتین واکسن ضد کرونا ویروس گرفته است. در روسیه واکسن‌های استحصال روسیه سپوتنیک وی، اپیواک کرونا و کوویواک برای استفاده ثبت شده است. مجله‌های علمی خبر می‌دهند که تنها تاثیر واکسن سپوتنیک وی ثابت شده است. خلوصی اکر وزیر مدافع ترکیه به تاجیکستان آمده است. خبرگزاری رسمی انادوله ترکیه خبر داد که خلوصی اکر تا این دم با همتای تاجیک شیرعلی میرزا ملاقات کرده است. وزیر مدافع ترکیه گفته است کشورش آماده است که با تاجیکستان در بخش دفاع و امنیت همکاری کند. خلوصی اکر همچنین گفته است ترکیه آماده است تا تجربه خود در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در مرزها را با تاجیکستان در میان گذارد. وزیر مدافع ترکیه پیش از به تاجیکستان آمدن در قرقیزستان بود و با مقامات قرقیز ملاقات کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 ایول را فرا میگیرد. از 1 ایول سال 2016 در تاجیکستان نکاح‌های خویش و تبار نزدیکمند و گذشتن از معاینه طبی برای نوخانه‌داران حتمی گردید و باور پزشکان از 26,000 کودک معیوب در این کشور 4,000 یا 35% از پدر و مادر خویش و تبار تولد شدند. 1 ایول سال 2004 مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون مقابله با خرید و فروش انسان را به تصویب رسانید. مقامات میگویند سال ده‌ها حادثه خرید و فروش انسان را آشکار میکنند و اکثر آنها مربوط به تجارت با کودکان نوزاد بوده است. در میان چنین حادثه ها فروش زنان و بازار فحشا هم یاد می شود. در یک حادثه کم سابقه یک ساکن شهر کولاب گفت عزم دارد جنسش را از زن به مرد تبدیل کند چون به گفتش تمامی 35 سال زندگیش در حالت عذاب روحی و جسمانی قرار داشت. 1 ایول سال 2015 امید گفت برای گذشتن از عملیات جراحی و مقررات حقوقی برای تهیه سندها عریضه داده است.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 1 ایول چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. منتظر نظر و پیشنهاد شما هستیم. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.